رسول صلی الله علیه و سلم قبل از نماز عشا خوابیدن را بد میدانست و بعد از نماز عشا نشستن و صحبت کردن را بد میدانست. و در فرهنگ عامه خودمان هم به نماز عشا مردم همیشه میگفتن نماز خفتن، یعنی نمازی که دیگه بعد از آن وقت خفتن است. الان دانشمندان در مورد این دارن صحبت میکنن. بارها و بارها شنیدیم که خواب ابتدای شب چیز بی‌بدیلی است. آسایش و آرامشی که بدن، روح و روان آدمی، جسم و روح آدمی با استراحت ابتدای شب پیدا می‌کند. و شما نگاه بکنید، تأکید شدید بر روی این هست اونهایی که اهل فضیلت هستند 1/3 آخر شب برای نماز بلند بشن. اینها همش سرش این است که این فرمایشات از جانب خالق است، همان که روز را خلق کرده، شب را خلق کرده و ما را خلق کرده و تناسب اینها را با هم میداند قانون صادر کرده. الله سبحانه و تعالی در صفات مؤمنین میفرماید در سحرها اینها بلند میشن استغفار